تا منو توی دانشکده میبینین ازم میپرسین که بیوشیمی باید چی کار بکنیم، چجوری باید بخونیمش، از چه منبعایی استفاده بکنیم. توی این ویدیو هم قراره که از 0 تا 100 اینکه بیوشیمی باید چی کار بکنیم صحبت بکنیم. برای اینکه این موضوع خیلی کامل براتون توضیح داده بشه، از یکی از دوستام که المپیاد شیمی بودن درخواست کردم که بیان و براتون اینو کامل توضیح بدم. بریم که داشته باشیم. سلام آیزار، خوب هستین؟ سلام علیکم، متشکرم. مرسی که وقتتون گذاشتین که بیایم حالا در مورد این درسی که خیلی پرچالشه برای همه بچه‌ها صحبت بکنیم. بچه‌ها همونجور که می‌بینید من اول کار بهتون میگم که هر سوالی که داشتین رو ما اینجا نوشتیم که هیچ چیزی از قلم نیفته و اینکه دیگه بریم سراغ اصل مسئله. بیوشیمی چیه؟ بیوشیمی چیه؟ آره از صفر ببین که چیه، با چی کارش بکنیم، چرا هیچی نمی‌فهمن بچه‌ها سر کلاس. خب 3 تا سوال شد. اوکی. اول یه توضیح کلی من بخوام بدم که بیوشیمی چی هست و از کجا میاد. ما کلا تو علم میگیم دیگه، ریاضیات اول بیس فیزیک هست. حالا ما با فیزیک یه سری قانونهای جهان رو باهاش یاد میگیریم. فیزیک باعث میشه که بیس شیمی رو ما یاد بگیریم. که شیمی بیشتر حالا فوکوس کنه روی مولکولا و اتم هایی که این جهان رو دارن واسمون میسازن. خب طبیعتاً یه بخشی از این جهان هم جهان زنده هستن که اونا هم مثل بقیه دنیا از یه سری مولکولات ساخته شدن. این میشه بیوشیمی به طور کلی. یعنی یه جورایی میتونیم بگیم بیوشیمی مرزی هست بین جهان زنده و جهان غیر زنده. توی حالا رده‌بندی حیات که توی دبیرستان خوندیم هم اگه بچه‌ها یادشون باشه هست دقیقاً که اتم، مولکول و حالا مولکولای زیستی باعث میشن که جهان زنده به طور کلی شکل بگیره. خود بیوشیمی از طرفی پایه بیوشیمی پزشکی هست و از طرفی خود بیوشیمی پایه زیست شناسی هست. زیست شناسی پایه فیزیولوژی هست و فیزیولوژی هست که پایه پزشکی رو به طور کلی شکل میده. پس از این دو طریق هست که بیوشیمی به پزشکی ربط پیدا کنه. این به طور کلی بخوام بگیم بیوشیمی از کجا میاد این شکلی هست. حالا از طرفی خیلی کامل گفته. خود حالا بیوشیمی پزشکی پایه یک سری از علوم دیگه هستن که بسیار پرکاربرد هستن توی پزشکی. حالا ممکنه که بگیم خود بیوشیمی خیلی کاربرد زیادی نداشته باشه توی پزشکی، ولی خب بیوشیمی میاد تعادل مولکولا رو توی بدن به طور کلی بررسی میکنه که خب این دقیقاً بیس هوموستاز بدن هست و یه تعریفی از بیماری این هست که هوموستاز هر وقت به هم بریزه ما میگیم شخص بیمار شده. حالا این هر علتی میتونه داشته باشه و از این طریق هست که بیوشیمی به یه سری از علوم توی پزشکی ربط پیدا میکنه، مثلا ایمونولوژی. دقیقاً بچه‌ها مثلا سری حالا بیمار بهتون نمیگه که خب چرخه کرپس رو برای من توضیح بدین، ولی خب این همونجوری که گفتیم یه پایه خیلی خوبی برای شما میسازه که بخونینش میتونید اینو داشته باشید. دقیقاً مثلا کل حالا چرخه کرپس شما گفتین کل فرآیندهای متابولیک بدن یک پایه بسیار قوی بیوشیمیایی دارن که حالا تا وقتی همه چی خوبه، شما هم اشاره کردین دیگه، تا وقتی که همه چی خوبه خب هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی وقتی که یه علامتی ما میبینیم، مثلا میبینیم طرف پوستش زرد شده، باید تو ذهنمون باشه که این چه شکلی از لحاظ متابولیکی مریض هست و به کجای حالا چرخه متابولیک بدنش ربط داره تا بتونیم درمانش کنیم. واسه همین حالا بیوشیمی پایه فارماکولوژی هم میشه از طریقی به همین اون بیس حالا مولکولایی که دارن ساخته میشن، بیس داروهایی که دارن ساخته میشن، همشون دانش عمیق بیوشیمی نیاز دارن. عملاً انگار بیوشیمی یه حالت پایه همه چیزه. دقیقاً این شکلی میتونیم بگیم. پایه خود علوم پایه است. کلاً پزشکی یه بخش تشخیص داره، یه بخش درمان و توی هر دو بخش این قضیه بیوشیمی نقش داره. یعنی توی تشخیص خب کلی تستای بالینی، کلی تستای حالا ایمونولوژی، کلی تستای مثلا آزمایش خون که شما میگیرین کلش با بیوشیمی تحلیل میشه. توی درمان هم که خب بیس اکثر داروها شیمیایی هستن در حال حاضر، یک سریاشون هم که نو ترکیب هستن و حالا بیس بیولوژیک دارن، اونا هم با فناوری‌های مهندسی پروتئین و حالا بیوتکنولوژی هستن که اونا هم باز بیسشون بیوشیمی هست. ولی حالا به طور کلی بخوام بگم از کل این دایره که ما در موردشون صحبت کردیم، ممکنه که حالا دانشجوهای پزشکی مخصوصا حالا کسایی که مثل بقیه عام دانشجوهای پزشکی خودشون رو حالا توی بخشای بالینی‌تر بیشتر می‌بینن و خیلی به تخصص‌های مثلا به پی اچ دی ها و دقیقاً تخصص‌های خاصی فکر نمی‌کنن، ممکنه که یه بخش خیلی کوچیکشون رو استفاده کنن. خیلی چیز طبیعی هست دیگه. مثلا میگم اگه یه نفر میخواد بره متخصص تغذیه بشه، متخصص غدد بشه، یا مثلا پی اچ دی بیوتکنولوژی پزشکی، پی اچ دی های مرتبط با حالا علوم پایه مخصوصاً بگیره بعد از پزشکی عمومیش، خیلی نیاز داره به بیوشیمی. همونطور که کسی که مثلا میخواد بره متخصص جراحی داخلی بشه خیلی به آناتومی نیاز داره. دقیقاً این شکل. کسی که میخواد توی حالا بحث‌های تنظیم
آب و الکترولیت های بدن مثلا کلیه اینا بخواد کار کنه، باز دانش بیوشیمی بالایی نیاز داره. به طور کلی خیلی بستگی داره که حالا کسی میخواد تو زندگیش چی کار کنه با بیوشیمی. یه چیز کلی است. ببینیم دقیقاً چه تأثیری حالا توی بالین داره. دقیقاً این کاربردش توی بالین رو این شکلی میتونیم بنویسیم. حالا پیشنهادی هم که من بخوام به طور کلی بدم، ما از الان حالا کسی که فرض میگیریم ترم 1 هست، چون بیوشیمی ترم 1 و 2 هست که توی پزشکی تدریس میشه، همون اوایل میگن که دیگه شرش بیسه ساخته بشه، شرش کم بشه، بریم جلو. دقیقاً کسی که ترم 1 و 2 پزشکی هست، شما که ترم 1 و 2 پزشکی هستی، شاید از الان ندونه که حالا 7 سال آیندهش 10 سال آیندهش بعد از طرح میخواد چی کار کنه با پزشکی. از الان هیچ ایده‌ای اصلا نداره که قراره چه اتفاقی توش بیفته. پس بهتره که این ریسک رو نکنه که بگه خب من حالا نمیخوام مثلا تخصص مثلا غدد برم، اصلا نمیخوام پی اچ دی برم، از همین الان میدونم مسیرم چه شکلی هست و دیگه خیلی عمیق نشه توی این مباحث. بهتر است یه حد وسطی از همه حالا درسایی که تو کوریکولوم هست رو، یه حد وسط، نمیگم همه درس‌ها رو در حد معدل الف و 20 بخونه، ولی خب یه حدی که بعداً بتونه مثلا یه ریفری کنه به این چیزایی که تو ذهنش بوده، اینجوری نباشه که 0-0 باشه. دقیقاً یا حداقل مثلا اون درسی که بعداً میخونه رو بتونه قشنگ درک بکنه، همش حفظی نباشه، با اون پایه‌ای که توی بیوشیمی ساخته بتونه که یک درک بهتری رو توی درس بعدی داشته باشه. دقیقاً. از طرفی حالا بیوشیمی علمی هست که خیلی میان رشته‌ای هست، یعنی از زیست شناسی، شیمی، پزشکی خیلی میان رشته‌ای هست این علم و خب همین باعث شده که بتونه حالا آموخته‌های علمای مختلف رو با هم دیگه ترکیب کنه. واسه همین خیلی علم پیشروی شده الان در حال حاضر. یه مطلب حالا جالب بخوام بهتون بگم، آخرین سالی که نوبل حالا جایزه نوبل برگزار شده و گرفتن دوستان، 3 تا از نوبل ها به تحقیقات حوزه بیوشیمی ربط داشته. یعنی بیوشیمی دقیقاً، یعنی هم نوبل شیمی، هم نوبل فیزیولوژی و پزشکی و هم نوبل فیزیک، همش به بیوشیمی، تحقیقات حالا حوزه مهندسی پروتئین که دقیقاً یکی از پیشروترین بخشای بیوشیمی هست ربط داشتن و گفتم دیگه این علمی هست که دقیقاً پایه بیوتکنولوژی هست که کلاً دیگه میگن آینده جهان، حالا چه توی حوزه پزشکی و چه کل صنعت‌های دیگه، از این شاخه داره رد میشه. واسه همین حالا یه نیم نگاهی هم این شکلی داشته باشیم به این درس، نه به جای اینکه صرفاً درسی هست که استادا اومدن ما رو فقط حفظیه و فلان و اینا. این هست، اینو من میپذیرم که یه سری که 90% از اساتید این درس خیلی این شکلی نگاه میکنن به این درسی که دانشجوها درس ما رو جدی نمیگیرن، ما هم حالا که اینجوری میایم پدرتون در میاد. آره حالا همچین بلایی رو سر خانواده‌تون میاریم، ولی خب کسی که خودش واسه خودش داره تصمیم میگیره، خیلی آینده‌ای که واسه خودش میخواد بسازه واقعا نباید ربطی داشته باشه به اساتیدش. حالا احتمالاً جزو سوالای شما باشه در آره اگر خیلی آینده دار بخواید فکر کنین، قطعا این حالا درس خیلی میتونه پایه خوبی برای آیندهتون بسازه. خب بریم سراغ اصل مطلب. حالا اون کاربردی که توی علوم پایدار رو گفتیم، چیا منابع این درس هستن، باید چه جوری بخونیمش، از کجا باید شروع بکنیم که بتونیم سر کلاس هم بفهمیم، همین که خیلی روال خوبی رو پیش ببریم تو این درس. یه چیزی من اینجا به طور کلی بگم در مورد سر کلاس که گفتی، خیلی چیز کاملا بستگی به استاد شما. اول میخوام در مورد این صحبت کنم که بریم سر کلاس یا نریم سر کلاس، چون یه سرمایه گذاریه. شما اگه 2 تا 2 واحد بیوشیمی داشته باشین میشه 40 واحد و تقریبا یک تایم نزدیک 40 تا 2 ساعت میشه دیگه. 40 تا 2 ساعت دقیقاً. یه بالا با رفت و اومدش حساب کنیم یه 150-60 ساعت شما این وسط داره میره و خب این 150-60 ساعت رو میتونستین حداقل بخوابید. در مورد این بخوایم صحبت کنیم، اگه یک کلمه‌ای بخوام بگم، نرید کلاس به طور کلی. چرا؟ چون که دقیقاً همون بحثی که داشتیم، دیدی که استاد به این درس داره با دیدی که شما دانشجو بهش نیاز دارین یا دیدی که به این درس دارین، زمین تا آسمون دقیقاً فرق داره. 99% اساتید بیوشیمی پزشکی توی حالا دانشگاه علوم پزشکی کشور، مخصوصاً توی رشته پزشکی، اساتیدی هستن که از ساید شیمی و بیوشیمی دارن میان تدریس میکنن. یعنی مثلا میگم متخصص غدد نیست که بیاد به شما بیوشیمی درس بده. مثلا پزشک عمومی که بعداً رفته تحصیلات حالا پی اچ دی بیوشیمی پزشکی گرفته نیست که بیاد به شما بیوشیمی درس بده. دقیقاً اون چیزی که به دردتون میخوره رو بیاد بگه. دقیقاً. یعنی دکتر شفیعی دکترن دیگه ها؟ نه پزشک نیستن؟ پی اچ دی. ولی اون
حالا یه استادی هم که خیلی خوب توضیح بده و بیاد حالا برای شما بیس اون مطلبی که داره میگه رو کامل بگه که شما هم بتونید درک بهتری داشته باشید، هم راحت‌تر حفظ بکنید، قطعا خیلی کمک کننده هست. ولی بچه‌ها این در اکثر موارد همچین حالتیه، به درد شما نمیخوره. خیلی به ریسک کردنش به نظر من نمیارزه. به جاش مثلا میگم ویدیوهای آموزشی فوق‌العاده‌ای هستن تو یوتیوب، مثلا اسموزیس بی‌نظیره تو این قضیه، و مثلا یه فرضاً میگم چرخه کرپس، حالا شما میتونید اینو لینک کنید اینجا. چرخه کرپس یه موضوعی هست که قشنگ حداقل یک جلسه توی بیوشیمی متابولیسم ترم 2 بچه‌ها استاد میاد در موردش حرف میزنه و هیچ کس صفر نمیفهمه از این قضیه، کاملا حفظی میبینن بچه‌ها و اصلا هیچ. در صورتی که این چرخه کرپس کلا چرخه مرکزی متابولیسم کلا جانداران هست، و یعنی حالا توی مخصوصا بدن انسان شما متابولیسم قند به این قضیه بستگی داره، متابولیسم چربی به این قضیه بستگی داره، کل حالا میگم ساختار مرکزی متابولیسم انسان هست. ولی همین چرخه رو فکر کنم ویدیو اسموزیسش زیر یه رو باشه تا جایی که من یادم هست، حالا خودم اون موقع دیده بودمش ببخشید، خیلی سریع، خیلی شفاف، در حدی که شما شاید نیاز نباشه بعدش حتی کوچکترین متنی بخونین یا مرورش کنین و اینجا شما یه تایم خیلی گنده‌ای سیو کردین، تازه بهترم یاد گرفتین. پس حالا به طور کلی بخوام در مورد کلاس رفتن توضیح بدم، یه خطیش اینه که کلاس نرین به نظر من، و حالا اگرم که استادی هست که گیر میده بهتون یا مثلا کویز چیزی برگزار میشه، سر کلاس وقتتون رو به حالا خودتون مثلا ببرین، متنی که دارین، نمیدونم فیلمی که دارین، سر کلاس ببینین، نیاز نیست حالا حتما توجهی کنین به اساتید نیان بهمون گیر بدن ما شطرنج کنیم اینجا. اینجوری هست. دیدن فیلم خیلی کمک میکنه، مخصوصا توی قسمت حفظ کردن. یه سری از ویدیوها، حالا من همیشه اینو میگم بازم میگم، نمانیک دارن، رمزگذاری دارن که شما میتونید خیلی راحت‌تر همزمان هم اون حالا چرخه که باید رو ببینین با حالت انیمیشن تو، هم مطالبش رو ببینین، اون قسمتایی که حالا یه توضیح کلی اول بهتون میده رو مثلا در مورد چرخه بخونین از روی ویدیو، و بعدش همینجور حالا آنزیم‌های مختلف، مهار کننده‌های آنزیم رو بهش اضافه میکنه و شما میتونید اینجوری پله‌ای خیلی خوب یاد بگیرین در مورد حالا هر مبحثی که دارین میخونین. و حفظ کردنه توی یه ویدیو واقعا فوق‌العاده است، یعنی اون تأثیری که برای شما داره خیلی خوبه، چون هم میبینین، هم میشنوین، هم همزمان اون متن رو میبینین و پله پله جلو میرین. دقیقاً یه همچین حالتی هست بیوشیمی. حالا یه توضیح دیگه بخوام بدم، به طور کلی خب بچه‌ها در جریان هستن، بیوشیمی دو بخش تقسیم میشه به طور کلی. یه بخش ساختار مولکوله ها رو در موردشون صحبت میشه و یه بخش متابولیسمی که حالا واکنش هایی که این مولکول‌ها با هم دیگه شرکت میکنن و این مجموعه از این واکنش ها یک انسان رو تشکیل میده که بهش میگن بخش متابولیسم بیوشیمی. به طور کلی توی حالا درس خوندن این قضیه خیلی مهمه. وقتی که شما شروع میکنین به این حالا پیش بردن، ما کاری نداریم دیگه حالا از چه منبعی دارین استفاده میکنین، فکر کنم آینده قرار هست اینو هم صحبت کنیم در آره در مورد منابع کلا باید کامل از صفر دو تاش هم اینجا گذاشتیم آره داشته باشیم. بچه‌ها همینجا پیام بازرگانی بگم که این هارپره که به نظرم از ارز نشونش آره از ارز نشونش و اینم یکی از جلدای رنجره. آره اینجوری. حالا همین، حالا بسته به یعنی مهم نیست اصلا از چه منبعی استفاده می‌کنین. اول یه چیز کلی بخوام در مورد بیوشیمی بگم، شما دو حالت میتونین درس رو مطالعه کنید. کوریکولوم پزشکی توی ایران در حال حاضر این شکلی هست که شما یک ترم، یعنی ترم اول کل ساختارهای مولکولار رو یاد میگیرین. یعنی اول میگن خب ساختار کربوهیدرات‌ها مثلا چی هست، آب و الکترولیت به طور کلی چی هست، ساختار لیپیدها به طور کلی چه شکلی هست، چه مولکولایی تشکیل میده. بعد این ترم که تموم شد، یهو مثلا 5 ماه بعد 6 ماه بعد میگن خب بسم الله، حالا شما فهمیدین ساختار کربوهیدرات چی هست، اینم متابولیسمایی که توشون شرکت میکنن. مثلا میگم گلوکوز چطوری میسوزه تو بدن، نمیدونم چرخه کرپس چی هست. 6 ماه پیشتون قشنگ یادتون باشه. دقیقاً چه درسی، اونم درس شیمی که وقتی که حالا یعنی ساختار قسمت ساختار بیوشیمی 100% شیمی عالی هست، یعنی 100% حفظی بدون هیچ گونه واکنشی و خیلی اصلا فرار هست. خیلی سخت میشه 6 ماه آدم تو ذهنش نگه داشته باشه بدون کار، اصلا نمیشه. دقیقاً. یعنی الان شما بهتونی پیشنهاد میدم از کسایی که ترم 3 به بعد هستن، یک سوال ساختار از
بیوشیمی ازشون سال بپرسین. کوچیک. سوال خیلی ترم 3 یعنی مثلا ترم قبل تازه پاسش کردن قطعا یادشون نیست. و خب این خیلی از طرفی به خاطر اینکه این ساختارها دقیقاً بیس متابولیسم هستن ما نیاز داریم که 100% یادمون باشه برای متابولیسم. پس کوریکولوم پزشکی الان توی ایران این شکلی هست که به شدت نقد بهش وارد هست. چرا؟ دقیقاً به همین دلیل که گفتیم آدم یادش میره اصلا. بهتر هست چه شکلی باشه؟ شما اول از مولکول مطالعه کنید، از کربوهیدرات ها، گروه کربوهیدرات ها شروع کنید، ساختارشون که تموم شد بعد برید سراغ متابولیسماشون. پرونده کربوهیدرات رو ببندید برید لیپید. هیچ هم از ذهنتون نمیره دیگه. خب دیگه وقتی شما توی متابولیسم اون ساختارا رو دارین یاد میگین دیگه امکان نداره یادتون بره. مثلا میگم توی گلیکولیز توی حالا چرخه کرس میاد دقیقاً توضیح میده که این کربن مثلا شماره 6 این بلا سرش میاد اکسید میشه، نمیدونم احیا میشه، این بلا اینجوری سرش میاد. بعد شما این چرخه رو ریز بریز شبیه فیزیولوژی بلدید. مثل این میمونه که مثلا شما بگین من چجوری اندامای دستگاه گوارش یادم نمیره هیچ وقت، خیلی هم شاید حفظی باشه. چرا؟ چون دارین کاربردشون رو دقیقاً کاری که توی بدن انجام میدن رو ریز بریز یاد میگیرید. امکان نداره شما خود ساختارا رو یاد. بعد همینجور مولکول لیپید یکی مولکولای اطلاعاتی آمینو اسید پروتئین یکی ببریدش جلو. حالا چیزی که یعنی ایدئال هست این هست، ولی خب از اونجایی که شاید این قضیه نشه که آدم توی یک ترم خب دیگه بالاخره امتحانی که دارن از من میگیرن ساختارهای این مولکولا هست، نمیتونم مثلا متابولیسماشون رو بخونم بعد نرسم بهشون. بهتره که شما حالا اوکی ترم 1 ساختارها رو به طور کلی بخونین ولی یه نیم نگاهی هم به متابولیسمشون داشته باشین. بعد ترم 2 قبل از اینکه بخواید متابولیسم رو به طور کامل یاد بگیرین مرور کنین حتما ساختارهای هر کدوم از اینا. یه چیزی هم این وسط بگم، اگر که قرار هست برای آزمون علوم پایه‌تون درس بخونین و حالا ترم 1 و 2 رو گذروندین حتما مولکولی بخونین. یعنی شما الان بیس بیوشیمی که نیاز دارین و بلد هستین، از طرفی فشار امتحانات حالا دانشگاه بالا سرتون و صرفا به شما گفتن این تاریخ مثلا تو اسفند یا شهریور این تاریخ شما آزمون دارین، حالا دیگه به هر ترتیبی خودت دلت بخواد میتونید اونجا قطعا بهتون پیشنهاد میکنم که مولکول به مولکول بخونین، مولکول به مولکول سوال حل کنین و اینجوری ببریدش جلو. بعد که حالا یک پارچه شد حالا خدا رو شکر یه بخشایی که ترکیب میشه با فیزیولوژی خود کوریکولوم اومده جدا کرده. یعنی مثلا میگم قسمت آب و الکترولیت ها رو شما خیلی ترکیبی باید بخونین با فیزیولوژی دستگاه ادراری کلیه. قسمت حالا مثلا میگم اینکه تیروکسین چجوری ساخته میشه توی حالا هورمونا هست، توی غده تیروئید هست، خیلی خوب رفته تو فیزیولوژی غدت خودش قرار گرفته. این خیلی کمک میکنه و اونا رو هم سر جای خودشون دقیقاً بخونید. قبلا اینجوری نبوده. دقیقاً قبلا اینا هم جزء بیوشیمی بودن. آره. و حالا این اگر که توی بیوشیمیتون هست باز حذفش نکنین بگین مثلا دکتر اینو گفت حالا من نمرم کم شد. اگه هر چیزی توی کوریکولومتون هست و باید ازش امتحان بدین دیگه پاچتونه رو بلند باید انجامش بدین. ما میگیم خب اگه یه ددلاین داشته باشین که کل درس‌های علوم پایه رو بخواید جمع کنین این شکلی بهتر هست، با این ترتیب پیشش ببرین خیلی بهتون بیشتر کمک. حالا باز گفتم دیگه اول ویدیو به هدف شما این وسط خیلی بستگی داره. اگر که صرفا میخواین درس‌ها رو پاس کنین، درس‌ها حالا ما در مورد بیوشیمی اینجا صحبت کنیم، اگه صرفا بیوشیمی رو میخواین پاس کنین بره، من بهتون میگم اصلا نیازی به زحمت دادن خودتون ندارین. یه سری جاها هست که همیشه از اینا سوال میاد، هم توی حالا آزمونای دانشگاهی هم تو آزمون علوم پایه. مثلا میگم شما چرخه کربس رو تو متابولیسم بلد باشین احتمالاً 40% سوالای متابولیسم رو راحت میتونین بزنین. خب شما این بخشا رو که همه میدونن پیدا کنین و بخونینشون مسلط بشین، یه خورده هم تستای سالهای قبل رو از همون بخشا بزنین، خیلی مواقع اصلا کاملا تکراری هست. دقیقاً توی آزمون علوم پایه همیشه همین جوریه بچه‌ها. مخصوصاً برای درس بیوشیمی خیلی‌ها میترسن اصلا این درس رو حذف میکنن نمیرن سراغش. با اینکه بچه‌ها یک سری مطالب خیلی کم رو بیاین بخونین اکثر سوالا رو میتونین جواب بدین و این خیلی راحت پیش میره. اون نمره‌ای که میتونین از درس بیوشیمی که تعدادش هم بالاست بگیرین، بگم 20 تا دیگه خیلی روی اون نمره شما تاثیر داره و راحت میتونین اون رو به دست بیارین. با چی؟ با خوندن سوالا و جواباشون و اون مباحث پرتکراری که دیگه من قسم میخورم این سوالا میان. دقیقاً. بعد حالا به طور کلی خیلی هم ساده هست سوالای بیوشیمی توی آزمون علوم پایه. یعنی شما اگر یه تایمی بذارین بتونین حالا همه مباحث رو یه پوششی بدین
از لحاظ ذهنی صرفا در حدی که بگی من تو بالین اینا به کارم میاد. حالت دوم این هست که شما بخواین حالا علاوه بر اینکه درس رو پاس میکنین، همون حالت حد متوسطی که اول ویدیو اشاره کردم، شاید یه روزی بخواین از این درس مثلا آیندهتون رو بسازید. شاید توی بالین، اصلا شاید که نه، تو بالین قطعا بخواین به کار بگیرین این درس ها، یه حد متوسطی بخواین. این حد متوسطه میشه توی حالا بیوشیمی به این صورت که شما روی متابولیسم یه خورده بهتر وقت بذارین، مخصوصا قسمت آنزیم ها، قسمتایی که به بالین مرتبط میشن. مثلا شما چرخه کرپس رو که کشیده باشین، همش یه سری آنزیم این وسط درگیر هست. بعد هر کدوم از این آنزیم ها یه دفیشنسی دارن، یعنی اگه که کمبود این آنزیمه، حالا چه توی بیماری متابولیک خاص، چه بیماری مادرزادی خاص، چه اصلا ترامایی پیش اومده، طرف مثلا داروی اشتباهی مصرف کرده، کمبود هر کدوم از این آنزیم ها خودش یه سری بیماری میده و اون بیماری ها یه سری حالا فارماکولوژی دارن، یه سری درمان دارویی دارن، یه سری درمان تغذیه‌ای دارن و یه سری درمان جراحی ممکنه داشته باشن. دقیقاً کل این متابولیسم رو به این صورت شما اگه یاد بگیرین، واقعاً خیلی بیس خوبی میسازین، هم توی بالینتون، هم توی میشین پزشکی که دقیقاً میدونه این تستی که داره می‌نویسه واسه شخص چجوری داره عمل می‌کنه، این دارویی که واسه شخص داره می‌نویسه چی هست. یعنی ما پزشک داریم که صرفاً می‌بینه طرف سلویه چشمش زرد شده، میگه خب اوکی شما زردی داری دیگه، برو بخواب زیر مهتابی بیا، و طرف میره میاد. خب تفاوت هست بین این پزشک با پزشکی که دقیقاً میدونه زردی چجوری به وجود میاد، متابولیسم حالا بیلیروبین بیلیوردین توی کل بدن بلد هست و حالا یه سری کمبودای این آنزیما رو هم بلد هست. خیلی راحت‌تر میتونه تشخیص و درمان رو انجام بده. البته گفتم این دقیقاً حد متوسطه هست، یعنی شما با این چیزی که من دارم میگم 20 نمیشه بیوشیمیتون، ولی خب اصلا چرا بیوشیمیتون 20 بشه؟ در همین حد که بهش نیاز دارین و حالا ممکنه بعداً روش عمیق بشین، میتونه به کار بیاد. خیلی کلی خوب گفتین. این قسمت دقیقاً همچین حالتی داره. بچه‌ها پایه توی همین علوم پایه ساخته میشه و اگه درسی هم مثل بیوشیمی بهتون توضیح دادیم که چقدر میتونه تاثیر بذاره روی فهمیدن مطالب آیندهتون و حالا اون تشخیص‌ها و درمانایی که می‌خوایم به مریضتون بدیم. بعد این چند تا خوبی داره این شکلی درس خوندن دیگه. حالا اینو من پیشنهاد میدم توی همه درس‌ها اینجوری باشین. اولا که مخصوصا توی بیوشیمی شما اگه در همین حد متوسط بلدشون باشین، خیلی چون سوالات ساده هستن توی آزمون علوم پایه، راحت 80% میتونید، یعنی 16 تا سوالو قطعا میتونید بزنید، چون خیلی سوالات ساده هستن، یعنی هیچ تحلیل خاصی نیاز ندارن، واقعا چیزای عجیب غریب نمیدن، راحت میتونید شما صرفا چون حجمش زیاد هست بچه‌ها حذفشون میکنن، وگرنه خیلی ساده هست سوالاتش. از طرفی خب ما گفتیم دیگه، شما توی پزشکی این حد وسطه رو که رعایت کنین، یه وقتی اضافه میارین، خب اون وقته رو حالا یه نفر دوست داره بذاره مثلا یه مهارتی یاد بگیره، موسیقی یاد بگیره، کنار پزشکیش کار کنه. اگر که شما دیدین روی یه سری از مباحث کنجکاوتر هستین، اون وقته رو میتونین اونجا هم بذارین. مثلا میگم توی حالا همین درس بیوتکنولوژی شما ممکنه از ژنتیک یهو خوشتون بیاد، حالا ژنتیک پزشکی هم هست توی درساتون، ولی خب این قسمت ژنتیکی که توی بیوشیمی تدریس میشه ممکنه شما رو کنجکاوتر کنه، بعد برید مثلا با بیوتکنولوژی آشنا شید، بعد همین مثلا باب یه سری مباحث علمی، خب دیگه آدم هر کسی یه جایی کنجکاوتر میشه و میتونه رو اون وقت بیشتری بذاره. حالا اگه شما صرفا پاس کرده باشه، اینا رفته باشه، دیگه این قابلیت رو نخواهید، سخت میشه جمعش کرد، خیلی سخت همچین چیزی. و حالا یه حالت سومی هم هست، این که یه نفر بخواد مثلا 17 به بالا بشه، 19 بشه، 20 بشه تو این درس، یه حالت کمالگرایی داره که میخواد من همه نمراتم باید 20 بشه، الف بشم، یا حالا هدف استریتی داره از دانشگاهش، از علوم پایش، اون فرق میکنه دیگه. خب اون شما همه درسای همه مباحث بیوشیمیتون رو باید 0 تا 100 کامل شبیه همین قسمت که گفتم کنجکاوتر بشین بخونین و خب این طبیعتاً تایم بیشتری هم باید بذارین و خب طبیعتاً هم نتیجه بهتری هم قرار بگیره. یه معدل الف میشه. خب یه چیزی هم من این وسط اشاره کنم، یکی از دلایلی که بچه‌ها خیلی از بیوشیمی فراری هستن و میگن ما کلا نمیفهمیمشون، یکی از دلایلش که گفتیم اساتید هستن، اوکی، یکی از دلایل دیگه‌اش این هست که حالا یه سری پایه‌های ما اول ویدیو گفتیم، مثل شیمی عالی، شیمی برای بیوشیمی، این چیزایی هست که خب تو دانشگاه نیست دیگه. ما ریاضی عمومی نداریم، فیزیک عمومی نداریم، شیمی عمومی نداریم، شیمی عالی هم نداریم. خارج اینا رو میان توضیح میدن، قبلش یه دونه حالت لیسانس طوری باید بگیرن. توی خارج به طور کلی این شکلی هست که یک لیسانس علوم زیستی یک شخص باید داشته باشه تا بعد بتونه بره مدرسه پزشکی، مدیکال اسکول.
خلاص. و خب این باعث میشه که یه 4 سال علوم زیستی طرف یاد گرفته و این بیسه رو داره. حالا توی مدیکال اسکولش با بیوشیمی پزشکی شروع میشه درسش. همه چی رو میفهمه. دقیقاً. حالا ما نه ریاضی عمومی داریم، نه فیزیک عمومی، نه شیمی عمومی، نه شیمی عالی، نه بیوشیمی عمومی. مستقیما داریم میریم سراغ بیوشیمی پزشکی. بعد تازه نظام قدیما یه سری چیزا رو میدونستن، ما حتی همونا رو هم نمیدونیم. یعنی دقیقاً درک خیلی پایینی داریم و یه دفعه یه مطلبای خیلی سطح بالایی رو میان به ما میگن که باعث میشه احساس کنیم که خنگیم. دقیقاً. ولی مثلا حالا اینا رو توی المپیاد شیمی ما داشتیمشون. دقیقاً مثلا توی شیمی عالی مباحثی هست که کاملا واکنش هست، یعنی یه مولکول ابتدایی به شما میدن، یه مولکول انتهایی و شما نحوه اینکه این میشه اینو باید کاملا یاد بگیرید و این بیس متابولیسم توی بیوشیمی هست. و خب این اصلا هیچ جای دبیرستان وجود نداره، هیچ جای دانشگاه هم دقیقاً وجود نداره و یهو هم استاد میگه چرا شما نمیفهمین، هم ما خودمون میگیم چرا اینا رو نمیفهمین. یعنی یک عدم درک کاملا دو طرفه عدم درک متقابل شکل میگیره. این پیش میاد. حالا پیشنهادی که من دارم، میتونین قبل از اینکه حالا تحصیلتون توی دانشگاه شروع بشه یا حتی اگه شروع شده به طور خیلی ابتدایی در حد مثلا 3-4 روز یه مباحث خیلی کلیه شیمی عالی رو اگه یه مطالعه کنین، یه پیش نیازی ازشون رو یاد بگیرین، خیلی بهتون سرعت میده، مخصوصا توی بیوشیمی متابولیسم. از کجا میتونیم بچه این قسمت شیمی عالی رو بخونیم؟ توی LSP ما یه قسمتی رو گذاشتیم که شما بتونین پایه رو از اونجا مطالعه بکنین، بفهمینش و بعد که وارد بیوشیمی میشین درک بهتری داشته باشین. خب حالا میشه برای ما توضیح بدیم که دقیقاً باید چی کار بکنیم تو این درس وقتی که میخوایم بخونیمش؟ مثلا گفتیم که حالا سر کلاس بریم یا نریم، در موردش صحبت کردیم. حالا پاورپوینت استاد چی کار بکنیم دقیقاً، بعدش چی بخونیم، فیلمو کجا بخونیم، چجوری بخونیم، یادداشت برداری، خلاصه نویسی، نیازه کل مسیر میشه با قدم به قدم بهمون بگیم. خب یه مثالی من این وسط بخوام بزنم. اولا که استادا رو که گفتم کلا فراموش کنم، هم خودشون هم پاورشون هم کلاس. اگر هم نمیتونید فراموش کنید و حتما باید بریم که دیگه تکلیفتون مشخص. برید سر کلاس، باز یه کار دیگه اینجوری. نگاه مهم اون اگر که دانشگاهتون طوری هست که بر اساس نمرتون، یعنی بر اساس نمره برگتون فقط بهتون نمره میدن و حضور غیاب و اینا هیچ تأثیری نداره، خب شما علمو یاد بگیرین کافی است دیگه. حالا نیاز نیست حتما منبع اون علمی که دارین یاد میگیرین صرفا استاد باشین. به خاطر این، یعنی این عینکه رو کلا توی دانشگاه داشته باشین از این به بعد تو همه رشته‌ها، همه درس‌ها، همه جا صدق می‌کنه. حتی یه درسی مثل بیوشیمی بچه کاملا فکته، یعنی یک سری چرخه هست که همیشه ثابته و میمونه و شما اونا رو بخونین، روشون سوار باشین، میتونین که نتیجه خیلی خوبی رو بگیرین، بفهمین این درس رو. دقیقاً یه چیزایی هست که ثابت هست توی همه منابع، همه اساتید، و حالا جزئیات ممکنه متفاوت باشه که اتفاقا اون جزئیات هم اصلا مهم نیستن توی مخصوصا درسی مثل بیوشیمی و هیچ وقت هم سوالی ازشون طرح نخواهد شد. حالا اینجا یه مثالی ما داریم، میگیم به طور کلی بیوشیمی ساختار رو یا همون بیوشیمی 1 رو خیلی شبیه آناتومی باید مطالعه کنیم، بیوشیمی متابولیسم یا بیوشیمی 2 رو خیلی شبیه فیزیولوژی باید مطالعه کنیم. اینو اگه توی ذهنتون داشته باشین دقیقاً الان بازش می‌کنم. بیوشیمی ساختار دقیقاً مثل آناتومی یک سری ساختارهایی رو شما باید بدونین هر کدوم کجا هستن و چه شکلی هستن. یعنی مثلا باید بدونین ساختار گلوکوز چه شکلیه، ساختار مثلا لیپیدها، مثلا میگم ساختار کلسترول، ساختار ویتامین ها چه شکلی هست. این به طور کلی دقیقاً شبیه آناتومی هست که باید شما بدونین مثلا میگم استخوان‌های جمجمه چه شکلی هستن، کجا هستن، به طور کلی حفظی هستن. دقیقاً حالا چه جوری این حفظی شکل بگیره، خیلی از تصویر استفاده کنیم توی هنگام مطالعه‌تون. یعنی مثلا ساختار گلوکوز جلوتون باشه، بعد متنی که داره در موردش توضیح میده رو بخونین، هی تطبیق بدین، بعد همه رو ببندین، ساختاره رو بکشین تو ذهنتون خیلی سریع. بیشتر اینجا دسته‌بندی مهم هست توی بیوشیمی ساختار. یعنی مثلا شما بگین اوکی انواع آنزیم ها اینا هستن، مثلا آنزیمایی که با انتقال گروه فسفر دارن کارشون انجام میدن. دسته‌بندی یا حالت نموداری و اینا، یه حالت جدول نموداری شکلی دسته‌بندی باشن توی ذهن. قطعا گفتم دیگه ببندینشون، شکل‌ها رو بکشین. مثلا توی حالا گروه‌های مولکولای اطلاعاتی، نوکلئوتیدها، خیلی قشنگ واضح هست این قضیه که اینا رو به چه اساسی دسته‌بندی میکنن. میگن اوکی اکسیژن
یه دونه اکسیژن کمتر داشته باشه، دو رشته‌ای باشه، تک رشته‌ای باشه. بر اساس اینا میشن مثلا 3 گروه، 4 گروه و اینا رو شما میتونید راحت بزنید کنار هم دیگه بفهمید این چه دسته‌بندی داشت. توی گلوکوز توی کربوهیدرات‌ها به همین شکل، مخصوصا توی پروتئین‌ها که حالا بیسشون میشه آمینو اسیدها، این خیلی مهم هست که بدونید آمینو اسیدها رو بر چه اساسی اومدن دسته‌بندی کردن. نیاز نیست که حالا تک تک این 20 مدل آمینو اسید رو شما حفظ باشین ساختارشون چه شکلی هست، ولی مثلا میگم نیاز هست که بدونین یه سری آمینو اسیدی داریم که گروه آرشون بازی هست، یه سری داریم که گروه بازشون اسیدی هست و بر این اساس چه تأثیری توی حالا اون ساختار دوم و سوم پروتئینی که قراره بسازن اینا میذارن، چه تأثیری اونجا میذارن. مثلا گروه‌های بازی بعدن حالا با آنزیمایی که اینجا میان قرار میگیرن توی این تا خوردن ممکنه تأثیر بذارن. پس این باعث میشه که مثلا توی ساختار سوم پروتئینشون این اثر رو داشته باشه. در همین حد طبقه بندی شده یادش بگیرید. ساختار اینجوری کامل بسیم گفتیم مثل آناتومی هست. بیوشیمی قشنگ میتونه اینجوری. دقیقاً اینجوریه، یعنی خوندنشون خیلی شبیه هم دیگه است. حالا بیوشیمی متابولیسم دقیقاً اتفاقاً یه سری از قسمتایش هم دقیقاً تو فیزیولوژیه، یعنی گفتیم دیگه مثلا قسمت آب و الکترولیت ها خیلیش دقیقاً ادراری هست، فیزیولوژی ادراری هست. کامل در مورد اونه دیگه. دقیقاً بیوشیمی هورمون که اصلا یه بخشی هست که کاملا مشترک هست بین غدد بین بیوشیمی. یعنی شما اگه کتاب حالا مرجع رفرنس فیزیولوژی گایتون رو هم ببینین، دقیقاً 4 فصلش کپ چیزی هست که توی بیوشیمی متابولیسم داریم در موردشون صحبت می‌کنیم. حتی پاتولوژیش هم حالا بعداً تو فیزیوپات باهاش آشنا میشین، همین شکلی هست. پاتولوژی متابولیکی دقیقاً مثل کادرای بالینی هست که حالا هارپر و امثال هم دقیقاً نوشتنشون و درمانشون هم باز به همین شکل. حالا چجوری باید بخونیم بیوشیمی متابولیسم؟ دقیقاً مثل فیزیولوژی یک داستانی هست که شما میگین مثلا ما این لقمه رو که میذارم تا دهنم، داستانی که سر این لقمه داره اتفاق میفته تا آخر چه شکلی پیش میره و این هم توی بیوشیمی متابولیسم هم دقیقاً همین هست. شما میگین مثلا گلوکوز قراره سوخته بشه تبدیل بشه به یه سری ATP توی یه سری از چرخه های. خب اینو دقیقاً میتونین بنویسینشون، حتما متابولیسما رو حتما بنویسین و این داستانش رو طی کنین. حالا مرحله اول نیاز نیست که شما اسما رو دقیقاً حفظ کنین، یعنی نیاز نیست بگین خب این گلوکوز حالا داره مثلا یه فسفات میگیره تبدیل میشه به فلان مولکول فلان میشه. اسما رو نیاز نیست یاد بگین، مثلا آنزیم نمیدونم پروتئاز فلان میاد اینجا اثر میذاره، اسم دقیق نمیخواد یاد بگین. مرحله اول دقیقاً فقط یاد صرفاً بدونین که اوکی یه مولکولی بود، بعد یه آنزیمی میومد مثلا یه فسفات ازش میکند میشد یه مولکول اینجوری، بعد این دو تاش با هم ترکیب میشد فلان میشد. خیلی کلی، یعنی کلی بدونین که ماهیتش دقیقاً مثلا یه اکسیداسیون این وسط شکل میگه، دقیقاً حالا یادم نیست چه مولکولی اکسید میشد، یه چیز خیلی کلی. بعد توی مرحله بعدی برید هر کدوم از این جای خالی که نمیدونستین چی بود رو دقیقاً با کلمه مناسب پر کنین، مثل آزمون میگیرین از خودتون. دقیقاً بگین که خب الان اینجا مثلا گلوکوز بیسفوسفات مثلا فلان آنزیم پروتئولیتیک با فلان قسمت آنزیمیش میومد روش اثر میذاشت، حالا این آنزیم خودش یه سری مهار کننده داره، یه سری مثلا افزاینده داره، بعد حالا نقص این آنزیم این بیماری ها رو میده، این بیماری درمانش اینه، داروش اینه. خیلی ریز به ریز با جزئیات، ولی خیلی مهمه که اول اون کلیه داشته باشینش. مثلا توی فیزیولوژی دیگه، توی فیزیولوژی به طور کلی ما میگیم اول خب حالا اون لقمه که رفته تو روده باریک مثلا قندش به طور کلی اینجوری جذب میشه، حالا دیگه من اسم کانالش و اسم مولکولایی که همراهش جذب میشن اینا رو ریز به ریز نیاز نیست بدونم، ولی میدونم به طور کلی چه بلایی داره سرش میاد. بعد تو مرحله بعد میرم جزئیاتش رو حفظ میکنم، کلماتش رو ریز به ریز حفظ میکنم. نکته بعدی که خیلی مهم هست، باز هم میگم شبیه فیزیولوژی، خیلی مهم هست که شما بیوشیمی متابولیسم رو یک پکیج جامع ببینید، یک چیز کلی ببینید که اینا همشون به همدیگه ربط دارن. یعنی مثلا میگم چرخه کربس منتظر نیست که شما حالا گوارش لیپیدتون تکمیل بشه بعد اینم مثلا استارت بزنه. این مولکول‌ها همشون به همدیگه ربط دارن توی هزاران چرخه و شما باید اینو یک دید جامع ازش داشته باشید. باز میگم مثلا چرخه کربس توی متابولیسم همه مولکول‌های زیستی تقریبا ما برمیگردیم هی بهش که مثلا حالا این مولکول به وجود و این میره تو چرخه کربس، بعد دیگه هی تکرار نمیشه که چرخه کربس این بلای سرش میاد، ولی خب در حقیقت داره سرش میاد. این باید تو ذهنتون باشه، مخصوصا بعدن که قرار شما پزشک بشین تو این قضیه خیلی مهم هست که یهو دقیقاً به خاطر یه چرخه‌ای که حالا یه خورده داره با سرعت کمتری اتفاق میفته یه دارویی ندین که
90 تا چرخه دیگر رو بزنین به فنا. دقیقاً. بچه‌ها یک توضیح هم در مورد کاربرد در بالین من بهتون بدم. این قسمت ها چیزی نیستش که حالا استادهای بیوشیمی معمولا توی اروپایی خیلی روش تاکید بکنن یا از شما بخوانش. اگر یه استادی بخوادش خب خیلی عالیه، خیلی هم روش حالا مانور بده، خیلی خوبه. توی آزمونتون از این قسمت کاربرد در بالین میاد و اون درکی که در نهایت توی پزشک شدن شما تاثیر داره رو میخوان که بدونید. ولی اون حالا اساتیدی که زیاد روی این موارد تاکید ندارن رو کاری نداشته باشین، خودتون کنجکاو باشین، برین سراغش که بدونین آقا این مطلبی که دارین میخونین دقیقاً بعداً به چه درتون میخوره، چون یه درک بهتری داشته باشین. حالا بعضی از دانشگاه‌ها یه واحدی یه درسی ارائه میدن، فکر کنم 2 واحدی هست، بیوشیمی بالینی. این دقیقاً میشه کاربرد بیوشیمی رو شما تو بالین می‌بینید. فکر کنم جزء درس‌های شناورده. آره که بعد از اروپایی هم میتونن که بدنش. حالا بسته به اینو حتما از آموزشتون سوال بگیرید. نمونه‌های خیلی زیادی داشتیم که به فنا رفتن سر این قضیه. لطفاً اینو مطمئن بشید که چه شکلی هست. ولی حالا این درسه اگر که شما کنجکاو باشین روی این قضیه که کجا اینو بهتون بگم که آش کشک خالتونه، نهایتاً قراره که اینا رو شما یاد بگیرید. حالا بهتره که تا مثلا بیوشیمی متابولیسمتون تموم شد، تا اینا قشنگ تو ذهنتون تازه هست، بیوشیمی بالینی هم یه نگاهی بهش بندازین که سریع بتونین این کاربرداشو یاد بگیرید. مثلا میگم طور کلی در مورد چی بحث میکنه، مثلا اگه شما توی آزمایش خون یه شخصی دیدین فلان آنزیم کبدیش کم هست، خب این ربط داره به فلان متابولیسمی که توی بیوشیمی قبلی خوندین، بیوشیمی 2 خوندین، پس فلان بیماریو داره. حالا که فلان بیماریو داره این شکلی برید درمانش کنید. یعنی یه همچین چیزی رو در کل در موردش صحبت کنه. خیلی کاربردی تر از بیوشیمی 1 و بیوشیمی 2 هست توی پزشکی. این خیلی کمک میکنه. اگرم که همچین درسی ندارین تو دانشگاهتون یا حالا نمیخواین گیر پاس کردن و این چیزا بیفتین، خودتون میتونین این کارو انجام بدین. واقعا چیز سختی نیست. با حتی سرچ کردن هم اینو میتونین حتی در بیارین. مثلا بنویسین کیس های شایع بیوشیمی پزشکی، اینو سرچ کنین انگلیسی مخصوصا توی گوگل، چیزا جالبی واسهتون میاد و میتونین اینو درش بیارین. چه جالب. خب داشتیم میگفتیم بعد از این که شما حالا یادگیری رو داشتین و میرین سراغ حفظ کردن، دیگه اینجا با مرور باید چی کار بکنیم براش؟ خب توی مرور چند تا مسئله اینجا مهم هست. اولا که اگه دسترسی دارین به کیس، اینو من در شرایطی دارم میگم که شما بیوشیمی 1 و 2 رو کامل خوندین، پاسش هم کردین، حالا میخواین آزمون بدین. خیلی مهم هست که تو مرور اگه میتونین به کیس دسترسی داشته باشین، خیلی یعنی جاهای بیشتری از مغزتون رو درگیر میکنه، واسه همین خیلی فعال‌تر میتونید مرورش انجام بدید. اگر هم که دسترسی به این قضیه ندارین، دقیقاً همون ساختارهایی که شما صرفاً هم شکلش، هر منبعی که داشته باشین شکلش قطعاً داخلش هست، خودتون هم یه سری خلاصه برداری قطعاً کردین و نوشتین که دقیقاً این مثلا یک دایره کشیدین، فلان چرخه، تک تک مولکولاشو نوشتین، آنزیماشو نوشتین، مهار کننده‌هاش هم نوشتین. با یه نگاه سریع همش یادتون این مرور داشته. اینم بگم این شکلی نیست که اینا یه سری اسمای عجیب غریبی باشه ها. اسم آنزیما حالا یه خورده که درگیرشون بشین متوجه میشین که دقیقاً گفته مثلا گلوکوز فلان ریداکتاز، دقیقاً از اسمش مشخصه که دیگه میره فلان گروه گلوکوز رو ریداکت میکنه. حالا شما میدونین دقیقاً این اتفاقه توی مرحله مثلا 3 چرخه کربس داره میفته. مثلا یا حالا این آنزیما بر اساس مولکولی که روش تاثیر میذارن نامگذاری شدن، یا بر اساس اون تأثیری که میذارن، یا بر اساس مولکولی که ازشون میاد بیرون، یعنی یا بر اساس سوبسترا یا بر اساس لیگاند، بر اساس یکی از اینا دقیقاً داره نامگذاری میشه. اینجوری نیست که صرفاً رندوم اومده باشه. تکرار شونده است. یه اسم گذاری اون وسط بوده که دیگه این اسم گذاشتن روش. بازم میگم دقیقاً مثل آناتومی، اونم رندوم نمیومدن یه سری اسم بذارن دیگه، مثلا میگن سوپرا هایوید، نمیدونم اینفرا هایو، اینا دقیقاً اگر که خود اسم رو باز کنین که پیشنهاد میکنم حتما این کارو انجام بدین. توی خیلی کمک میکنه حفظ کردن. خیلی دقیقاً خودش داره میگه، اسمش داره میگه که من آنزیمی هستم که فسفات رو از مثلا فلان گروه فلان مولکول برمیدارم میذارم توی فلان جا. دقیقاً بعد میتونیم پیش بینی بکنین که دقیقاً آقا اینجا الان آنزیم رو اسمش یادم رفته، روی چی تاثیر گذاشته، چی شده و چه اتفاقی این وسط افتاده که بتونم اسمش رو حذف بزنم. دقیقاً. بعد حالا بعداً توی بالین که یه سری اسم دارو هم روی اینا سوار میشه، دارو هم دقیقاً همین شکلی هستن که میگن حالا فلان دفیشنسی فلان آنزیم رو من دارم با این گروه حل میکنم. خودش دقیقاً اسمش داره این کمک رو میکنه و حتما هم این قضیه رو جدی بگیرین. حالا بیوشیمی دیگه خدا رو شکر اسماش خیلی هم
انگلیسی نوین هست، مثل آناتومی نیست که حالا لاتین قدیمی باشه. دقیقاً خیلی راحت کلماتشو حتما پیشنهاد میکنم که خب انگلیسیتون رو خوب کنین کلا در طول پزشکی، پرانتز بسته، ولی کلماتشو به طور کلی خیلی راحت میتونین یاد بگیرین و این اسمایی هستن که همشون مثلا 20 سال قبل 30 سال قبل نامگذاری شدن، تازه اینا کشف شدن. مثلا آناتومی گفتم نیست 1000 سال قبل ابن سینا بیاد اینا رو بگه که خلفی قدامی بهش بگیم، اینجوری باشه و این خیلی کمک میکنه دیگه. کلا حالا علمای که از بیوشیمی مشتق میشن هم همشون همین شکلی هستن، مثلا بیو تکنولوژی، نمیدونم ایمونولوژی، اینا هم اسمشون همشون هم مثلا میگن آقا کامبینیشن ریکامبینیشن، خیلی کلمات کاملا ساده، ترکیب دوباره ترکیب، اینجوری مثلا حتی ترجمه های فارسیشون هم خیلی روون‌تر هست نسبت به درس‌های دیگه و خیلی راحت شما میتونید تشخیص بدین که این دقیقاً داره چیکار. اینجوری هم میتونین مرورشون کنین. حالا واسه تستم بخوام بگم خیلی راحت گفتم اولا حتما تستای سالهای قبل، اگه حالا واسه آزمون دانشگاهتون دارین میخونین تستای سال قبل اساتیدتون، اگر واسه آزمون علوم پایه میخونین تستای سال قبل علوم پایه خیلی شو کامل پوشش میده و حالا یه لول که حرفه‌ای‌تر میخواین کار کنین تست رو تحلیلی بخونین. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه اومده تست در مورد مرحله 2 چرخه کرفس داره توضیح میده، میگه اینجوریه، اینجاشو سوال پرسیده، شما حالا دو تا مرحله پس و پیشش هم آنزیما رو یه مروری کنین دوباره. این باعث میشه که انگار یه مرحله از طراح جلوتر هم هست. اگه اومد مثلا یه خورده تغییر داد، دیده شده کلا توی آزمونا که عین سال قبل رو دادن ولی دقیقاً مرحله دوم کرده مرحله سوم، بعد 4 تا گزینه‌ش هم دقیقاً همونه دیگه، یعنی جواباش دقیقاً همونا هست، صرفاً گفتن مرحله دور کردن 3 دقیقاً اینجوری پیش میاد. خیلی هم هست توی این درس بیوشیمی، خیلی هست و این قضیه پیش میاد زیاد. کلا تحلیلی خوندن خیلی میتونه به حالا هم مرورتون کمک بکنه هم حفظ کردن. مثلا شما یه درس رو یه بار میخونین، بعدش بیاین از خودتون سوال بپرسین که بتونین از مغز خودتون کمک بگیرین که اون مطالب رو دوباره یادآوری بشه براتون و یادتون بیاد که چی بوده. دقیقاً این خیلی کمک میکنه و حالا اون کاربردایی که توی بالین گفتیم داره رو هم خب طبیعتاً اینا خیلی بیشتر تو ذهنتون میمونه چون دارین دقیقاً استفادهشو میبینین و خب همینجوری هم میتونین مرورش کنین. یعنی مثلا یه آزمایش اومده مثلا طرف نسبت LDL به HDLش مثلا از اون حد نرمال، حالا دقیقاً عددش یادم نیست، بالاتر هست. خب شما یادتون میاد این احتمالاً توی مثلا شیلومیکرونی که داشته تشکیل میشده فلان مشکل رو داشته، این اتفاق افتاده، سریع کل مثلا متابولیسم چربی‌ها یه مروری براتون میشه. خیلی هم عالی. تا اینجا فوق‌العاده بود. حالا بریم سراغ منابع. دقیقاً ما باید چی بخونیم، چیکار بکنیم؟ چرا این همه کتاب هست برای بیوشیمی؟ یعنی هم هارپر هست، هم لنینجر هست، هر کدوم از استادا هم یه دونه‌شو میان میگن بر اساس عشقی که دارن حالا به اون کتابه. خب این خیلی دقیقاً سوال جالبیه. مثلا شما بافشناسی رو در نظر بگیریم، فکر نمی‌کنم یه نفر توی یک دانشجو توی حالا علوم پزشکی اسم منبع دیگه غیر از جان کویرا اصلا به گوشش خورده باشه. یه کتابی هست کامل اومده توضیح داده، خیلی بی‌نظیر و همه چی رو دربر. حالا بیوشیمی چرا این شکلی هست؟ 10 تا منبع داره، هر کسی هم به قولن از ارز نشون هر کدومشون هم خیلی حجیمن و هر کدوم هم هر استادی هم هر چی دلش بخواد دقیقاً معرفی کنه. چرا این شکلی هست؟ اول ویدیو گفتم چون که درس بین رشته‌ای هست. خب الان درس بیوشیمی هم تو پزشکی کاربرد داره، هم تو داروسازی کاربرد داره، هم توی علوم آزمایشگاهی به شدت کاربرد داره. اینا تازه میشن تو کاربرداشون تو علوم پزشکی. حالا تو علوم زیستی دیگه هم کاربرد دارن کاملا. یعنی مثلا توی گیاه شناسی خیلی واحدهای بیوشیمی دقیقاً میگذرونن به خاطر متابولیسمایی که اونجا هم وجود داره و خب اینو شما میتونید تضمین بدین به دامپزشکی و همه رشته‌های علوم زیستی به طور کلی. حالا اساتیدی که اومدن رفرنس های بیوشیمی رو نوشتن مثلا هارپر، مثل لنینجر، اینا هر کدومشون خب پی اچ دی یکی از این علوم رو داشتن. مثلا یا پی اچ دی خود بیوشیمی رو داشتن یا مثلا پی اچ دی داروسازی رو داشتن، پی اچ دی مثلا بیوشیمی پزشکی داشتن. واسه همین از دیدی که خودشون داشتن نسبت به این رشته این منابعشون رو نوشتن. یه خورده بخوایم عقب بیایم از این حالا مقوله که در موردش صحبت کنیم، توی رشته‌های دیگه هم این قضیه خیلی پیش میاد. مثلا میگم فیزیک صوت دقیقاً درسی هست که توی خیلی از رشته‌ها کاربرد داره، واسه همین از دید خودشون اومدن اینو تدریس می‌کنن. مثلا توی کتابی که فیزیک صوت موسیقی رو داره درس میده نسبت به کتابی که فیزیک صوت مثلا زلزله شناسی رو درس میده زمین تا آسمون فرق. یه همچین چیزی هست بیوشیمی که در موردش صحبت می‌کنه.
یه نفر که پی اچ دی بیوتکنولوژی داره خب خیلی میاد روی مولکولای زیستی مانور میده، خیلی میاد روی حالا دی ان ای، آر ان ای، مولکولای نوترکیب روی اینا مانور میده. یه کسی که حالا از ساید داروسازی نوشته این کتابو خیلی روی ساختارها احتمالاً مانور. حالا بخوام دقیقاً مثالم بزنم، مثلا لنینجر خیلی مناسب کسایی هست که خود پی اچ دی بیوشیمی رو دارن میخونن یا دارن داروسازی میکنن. واسه همین خیلی رو ساختار اومده فوکوس کرد، یعنی واسه ساختارها واقعا عالی توضیح داده لنینجر، خیلی پیشنهاد میشه. مثلا حالا وزارت خونه هی مدام بین دیولین و هارپر هی عوض میکنه. اگه زمانی دارین این ویدیو رو میبینید که دیولین هست کاملا طبیعی هست، هی عوضش کنه ترم مثل دقیقاً ایمنی که هی بین ابوالعباس و چی بود اون یکی یادم، هی بین فارسیه دقیقاً هی این دوتا رو عوض کنه. دقیقاً بیوشیمی هم همین حالتی داره، هی عوضش میکنه. حالا در مورد اساتیدم که گفتی خیلی جالبه، دقیقاً هر استادی حتی این تو همه درس‌ها ست میکنه، نه فقط بیوشیمی، دقیقاً رفرنسی که خودش توی دوران دانشجویش مطالعه کرده رو پیشنهاد میده. خب یه خوردم خودمون رو بزنیم جای اساتید، شاید از نظر ما هم منطقی باشه. الان هر کدوممون پی اچ دی بودیم و داشتیم واسه هیئت علمی مثلا رزومه میفرستادیم و قبول شدیم دیگه، حالا خیلی شاید دغدغمون این نباشه که برم کل رفرنس‌های این چیزی که میخوام، درستش اینه که من میخوام بیوشیمی درس بدم، برم کل رفرنس‌های بیوشیمی رو بدونم، حتمشو در بیاریم دقیقاً بیوشیمی چجوری آموزش داده بشه، دقیقاً مقالاتش چه شکلی هست اینا. ولی خب حالا این ایدئالش این هست، چیزی که اجرا میشه لزوماً این نیست. از طرفی یه قضیه دیگه هم که هست، خود این رفرنس‌هایی هم که نوشته شده، هم حالا خود انگلیسیش هم ترجمهش خیلی مهم هست که حالا اون سواد استاده به کنار، نحوهی که داره اینو انتقال میده خیلی مهم است. یعنی مخصوصا میگم شما توی لنینجر اگه دقت کنین، این جلد 1 لنینجر ساختارش هست، یهو جلد 2 شما میاد تو متابولیسم چرا اصلا شکلی شد. این جلد 1ش خیلی من راحت تر میفهمیدم، خیلی بیس قشنگ یواش یواش توضیح داد چی شد یهو اینجوری شد. اون طرف از ساختار خیلی خوشش میومده، حوصله متابولیسم نداشته دیگه، نوشته فقط داده تحویل بره. این قضیه خیلی مهم هست. اتفاقا اینم جلد دومش. جلد 2 هست این؟ آها آره. این جلد بعده هست. اینجوری هست. بعد حالا به طور کلی خیلی از کتابای بیوشیمی تقریبا اکثرشون همون یه نصفش ساختار نصفش متابولیسم. هارپر یه خوبی که این وسط داره مولکول دقیقاً، یعنی اومده اول کامل یه مولکول ساختاراشو گفته، متابولیسمش، بعد مولکول بعدی این شکلی پیش برد. این یه حالا امتیازی هست که هارپر داره. ولی مثلا نقطه ضعفی که داره این هست که نحوه انتقالش خیلی ضعیف‌تر هست به طور کلی، یعنی باید یه بیس بیوشیمی خوبی داشته باشیم تا متوجهش بشیم. ولی مثلا میگم دیولین اصلا این شکلی نیست. دیولین خیلی خوب اومده، یعنی پایه‌ای مطالب رو گفته، پایه‌ای قابل فهم، یعنی خودخوان هست انگار، یعنی سلف لرنینگ داره به جای اینکه صرفا یه رفرنسی باشه که ما چکش بکنیم. این خیلی مهم هست توی انتخاب منبعی که ما داریم. از طرفی اینم خیلی مهمه، منبعی که استفاده می‌کنیم یا بیوشیمی هست یا بیوشیمی پزشکی هست و این دوتا زمین تا آسمون فرق داره، مخصوصا توی آزمون علوم پایه. مخصوصا توی آزمون علوم پایه دیگه شما با استاد دانشگاه سر کله نمیزنید، دارین با یه نفر سر کله میزنید که دیگه اینو تو بالین داره ازتون. خیلی مهم هست که بیوشیمی پزشکی باشه، حتی بیوشیمی داروسازی نباشه. این خیلی تاثیر میذاره. هر فصلی یکیشون خیلی بهتر توضیح دادن. حالا به طور عمومی بخوام بگم نمیتونم بگم شما این منبع رو بخواید، یعنی بهترین رفرنس واسه بیوشیمی کلا وجود نداره. هر کدومشون یه جایی رو خیلی بهتر توضیح دادن که اصلا آدم کرک و پرش یهو میریزه. مثلا میگم بیوشیمی هارپر قسمت غشاهای زیستی رو عجیب غریب خوب اومده بود، یعنی یه چیز عجیبی واقعا غشاهای زیستی. آره. ولی مثلا لنینجر ساختارها رو به طور کلی خیلی خوب اومده توضیح داده، اینجوری پیش میرن کلا. اگه که حالا یه حالتی باشه که شما دقیقاً مشخصاً از هر قسمتی بهترینش رو بتونید انتخاب کنید، خیلی بهتر کمک میکنه. باز میگم خیلی هم بستگی داره به هدفی که توی خوندن این درس دارین. خیلی مهم هست که چی میخواین از این درسه، حالا با توجه به اینکه چی میخواین دنبال چه بگردید. آره چجوری بخونین دقیقاً بر اساس اینه که چی میخواین از این درس. دقیقاً
متابولیسم، انگار مثلا می‌خواسته ردش کنه. یا مثلا لنینجر خیلی قسمت ساختارهای کربوهیدرات‌ها و لیپیدها رو عالی توضیح میده. دولین مثلا خیلی خوبی داره، عکسای بی‌نظیری داره، مخصوصا تو قسمت ساختار خیلی خوب داره توضیح میده. واسه همین هر کدومشون یه جایی اومدن انگار خوب کاری، آدم باید از همش استفاده. واقعا اون جای خوبه رو باید استفاده کرد. بچه‌ها ما توی LSP هم دقیقاً همین کارو کردیم، با اینکه حالا فعلا وزارت اون منبع اصلی که معرفی کرده هارپر هست، ولی ما از خیر اون عکسای خوبی که توی لنینجر هست، اون مطالبی که توی هر رفرنسی بهتر توضیح داده شده نگذشتیم، ازشون استفاده کردیم و یک منبع کاملی رو ساختیم که شما بتونید یه درک پایه‌ای از صفری رو داشته باشین توش و بتونین حالت ترکیبی هم بخونین، یعنی هم ساختار رو بخونین هم متابولیسمش و بعد برین سراغ مولکول بعدی که همون جوریه که توی بیوشیمی هارپر هم هست و به درک بهتر شما هم کمک میکنه. LSP پر از فیلم هم هست بچه‌ها، در مورد فیلم هم صحبت کردیم که میتونه به اون درک شما، حفظ کردن شما و حالا رمزگذاریه که من در موردش توضیح دادم کمک بکنه و بتونید از اونجا یک منبع خوبی رو داشته باشین و همه چیز رو بفهمید. در مورد رمزگذاری من این چیز این وسط بگم، خب همه کنکور دادیم دیگه، همه کسایی که این ویدیو رو میبینن احتمالاً کنکور دادن. اگه بچه‌ای که هنوز کنکور ندادن میبینین تا اینجا این ویدیو رو هم دیدین، واقعا تبریک میگم بهتون. شما عملاً پزشکی دیگه میدونید. دقیقاً. خب توی کنکور یه چیزی که همه باید حفظ می‌کردیم دقیقاً تا یه حد خیلی خوبی جدول تناوبی بود و هممون رمزی حفظ کردیم اینو. قد نیمانیک که در موردش صحبت میشه این هست و این توی کلاً علومی که مرتبط هستن با شیمی خیلی مهم هست، چون خیلی اسم داخلش زیاد. دقیقاً مثل آناتومی. دقیقاً حداقل از شروع اون حفظ کردن شما باید با یه رمزی اینو حفظ بکنیم، بعدش که دیگه تکرار میشه خیلی بیشتر توی ذهنتون میمونه، ممکنه که حالا مثل دقیقاً خود جدول تناوبی شما بتونید یه درک خوبی داشته باشه و عملاً دیگه مثلا مثل این باشه که یکو میبینین میدونین که عدد یک هست، درک دارین ازش، دیگه مفهومش رو دیگه جا میفته براتون. دقیقاً حفظ کردن همینجوری هست. و اینکه بچه‌ها وقتی که خودتون میخونین و میخواین رمزگذاری بکنین، ممکنه که این حالت پیش بیاد که بیش از اندازه رمزگذاری رو بذارین روش. مثلا شما از یک مبحث چیز زیادی نمیدونین، شروع میکنین هر چیزی که اومد اون اولش رو به هم دیگه میچسبونین، شروع میکنین یه مش کلمه عجیب غریب برای خودتون می‌نویسین کنار حالا اون رفرنسی که دارین و این اصلا بهتون کمک نمیکنه. بچه زیادی هست، بعدن همین رمزا رو باید یکی بیاد برای شما رمزگذاری بکنه که بفهمین چی بوده و اون چیزی که کافیه برای شما توی این ویدیوها هست که بتونین حفظ کردن خیلی خوبی داشته باشین و خیلی راحت تر از هر طور دیگه. از اسموزیس استفاده شده تو LSP. آره توی اسموزیس شما میتونین ویدیوهای خیلی خوبی داشته باشین که حالت انیمیشنی هست. بیوشیمی ما هم دقیقاً از اسموزیس استفاده شده. خیلی خوب. اسموزیس خیلی اوکیه. آره بیوشیمی یه مبحثیه که شما نیاز دارین به صورت انیمیشن طور اون مبحث براتون توضیح داده بشه که بتونین حفظ کردن راحت‌تر داشته باشین. تو اسموزیس این حالت خیلی قشنگ حفظ شده. آقا مرسی، دست شما در نکنه که این توضیح کامل دادین. واقعا المپیاد شیمیه باعث شد که قشنگ از بیس بفهمیم که تو این درس چه خبره، چرا نمیفهمیمش و ببینیم یه چیزی من اینجا بگم توی حالا همون المپیاد شیمی هم این قسمت بیوشیمی کابوس همه بود، چون اونجا هم باز یه سری افرادی هستن که قش کردن کاملا سمت بیولوژی، قش کردن کاملا سمت شیمی و اون درک زیستی رو از این درس، چون درسای بین رشته دقیقاً همشون این شکلی هستن، یه جاش خیلی یه سنگین‌تر میشه و طرف از اون قسمتش میمونه. این خیلی کلاً پیش میاد، واسه همین صرفاً تو مرحله جهانی از بیوشیمی سوال می‌دادن. خب پس انگار بیوشیمی برای کسی که المپیاد میدن مشکلیه. آقا مرسی. سخنی، حرفی، چیز دیگه هستش که بخوایم بگیم به بچه‌ها؟ من امیدوارم که حالا این هرچی کلاً آدم اطلاعات میگیره خیلی مفید هست توی زندگیش، همیشه همه اطلاعات، ولی امیدوارم که به کار ببندین این اطلاعات و مهمترش این هست که اینا به کار بسته بشه. و شما الان ممکنه این ویدیو رو که ببینید اینجوری باشین که خب دیگه 0 تا 100 من بیوشیمی رو کاملا فهمیدم و هیچ سوالی ندارم، ولی وقتی که تا نرید اینو اقدام کنین، خودتون انجامش بدین این شکلی درس خوندن رو، تا اون موقع واقعا سوالی واسهتون پیش نمیاد. حالا این چیزی که می‌خواستم بگم، شما هر موقع دارین این ویدیو رو می‌بینین و اقدام کردین اینها رو دقیقاً اینجوری انجام دادین و این بین به سوالی برخوردین، همینجا دقیقاً کامنت بذارین، من خودم شخصا میام جواب میدم، هر سوالی که باشه کاملا قول میدم بهتون که انجامش بدم، مشکلی نداره. از شما در نکنه. مرسی. این یه قولیه که دیگه میتونین ازش خیلی استفاده ببرین. بچه‌ها سوالی بود دیگه بپرسین توی کامنت ها.
الان میدونین که با توجه به هدفی که دارین دقیقاً باید چجوری بخونین، از چیا بخونین و چرا حالا این همه منبع هست و دیگه اطلاعاتتون در مورد درس بیوشیمی مثل یک استاد تمام عیار هست. دست شما در نکنه. خواهش می‌کنم، باعث افتخار بود. بای بای. خب بچه‌ها شما بهم بگین که کدوم یکی از این سه موردین؟ یک، این که فقط می‌خواین درس رو بخونین که پاس بکنین. دو، می‌خواین در حدی بخونین که بعداً توی بالین خیلی به درتون بخوره و یه درک کلی ازش داشته باشین. و سه، این که عاشق این درس رو می‌خواین بهتر کنین توش و می‌خواین 20 رو بگیرین. کدوم یکی هستین؟ تو کامنت‌ها بهم بگین.